اوکی سلام برای بنده تایم گیمز هم خوش اومدید. تو این ویدیو قراره با هم بریم ماینکرافت بازی کنیم، اما خاک بکنیم آیتم های اوپی بهمون میده. اگه این ویدیو حمایت شه، من داشتم دنبال مود میگشتم، کلی مود دیگه پیدا کردم. یعنی یه مود پیدا کردم میدنایت من انتیتی سرسه، میتونستی آیتم های اوپی ازشون بگیرید. یعنی چوب میدادی یوی بهت ندرایت میداد، مثلا یه چیز سمی بود، حتی خوک، مثلا یه چیز عجیبی. ولی حمایت این سری رو ادامه میدیم. و من بعد یک ماه تقریبا برگشتم. اگه نمیدونستین من بیشتر تو آپارات فعالیت میکردم. خودتون میدونید دیگه آپارات چه بماند. آره همین اول بسم الله خاک میکنیم و بله میبینید چه چیزایی و هاردکور هم هست. یعنی میخوایم بازی رو سعی کنیم تموم کنیم. بله هدفم نمیدونم چی بود. یه ندرایت گاد داد بهمون. اوکی یه خاک دیگه میکنیم. واسه اینم خیلی اینا چرتم، واسه اینا رو بندازم. آجی یه سوال بسیار فنی، الان احتمال این بیزیه بدت نخود. اوکی واسه اینا رو پس کنم. الان آجی اگه ما مثلا الان چیزم غیر فعاله، میشه اینو پرت کنی بیرون لطفاً. اصلا من همین الان میرم دراگون رو بزنم. آقا بازی رو ما همین الان اسپیدران میکنیم اصلا. چه چیزهایی داده آجی. خب ما الان عملا فضا یه چوب بزنیم، حتی اوپی هم باشه باید چوب بزنیم، ولی سرعت چوب زدنشو فقط. اوکی ما وسایل رو به دست میاریم. یه کرافتین میخوایم. باشتا ببینم من باید چوب کرافتین حتی سپر تو بلشم. خب گوستم بیاید من غذا میخوام با این کار کنم. دابل بلاک داده دیگه، نه به درد نمیخوره. واکنشمونی TNT و اینا. آقا اینا یه ذره اینو خوبه، اینو هستم از نه این به درد نمیخوره برای کشنده رو کن. خب ما الان ابسیدین داریم، اصلا درجا میتونیم بریم برای فلینت پاد. بعد برم دنبال آهن. خب اینجا یه بار هست اسکلتون فک استون خالی میگی. الان چرا این چه اسپانیه؟ بایستا من یه رقه تنظیمات هم چیز کنم که به درد نخوره. خب TNT زیادی داریم، مثلا این به درد نمیخوره. TNT اومد باز، این به درد نمیخوره. میگم آیتم های چرت زیادی هم میده، بدبختی اینه. یعنی یه آیتم 1000 تا میده، یعنی میگه آقا نمیخوام. خب من الان چیزای خودم باید فول ندرایت کنم. این کامل میگذنه کلنگه. الان من اینو بیا مثلا الان 3 تا 64 این بیل عزیز رو میگیری. چی داد؟ نمیخوام. چی داد؟ پشمام ماجد وسایل ندرایتی داد قشنگ. بله پر شد. شمشیر ندرایتی نمیدونم کجا. نه جدی برای دانلود این مود شما میتونید لینکش رو سعی میکنم بذارم زیر ویدیو. چون یوتیوب من تلگرام ندارم، یعنی کانال تلگرام نزدم دیگه. دلایلش هم به من ربطه، به تو ربطه. الان ما فیلین تو آهن میخوایم. خب بله آماده یه نبرد گارد باشید بریم با اینا به جنگ. اونم تو حالت هاردکور آجی.
desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, برادر چیز یا خدا بله بازی لگ داره اینجا. کدوم دنیای چرا اینطوریه؟ مگه آلفا؟ یه ببین کلنگه کامل میکنه. مشکل من الان اینه، الان من لگم چرا؟ تک مشعل چیه داداش؟ من الان ندرایتی هم با بیبی زامبی. شیت دارم میبینم. شیت آجی شانس آوردم. Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, usa já fala. Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, usa فینه تو گرفتم. آره حالا بریم اون بیرون دنبال فلینت. داداش اسکلتنه مگه کالافه اینطوری اسنایپ میکنه منو؟ به قرآن اسنایپر کالاف هم اینطوری نمیکنه. بدبخت. خوبه سیب طلایه رو دارم آجی. حتی ویلیج پیدا کردم. یعنی نصف وقت فقط داره دنبال کردن فیلینت رفت. بالاخره فیلینت. Eu e tu na treta, 5 minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim. Vem me dar um vape, leva por baixo de mim. Vem me dar um vape, leva por baixo de mim. بالاخره فیلینت. داشتم ناامید میشدم دیگه جدی. لامصب آیتم اصلا عالی. اوکی من فیلینتو بسازم. لگ خالص بازی قشنگ. من آره خب تا این اوکی کنم دوره چنل بگم که ما تامزه بیشتر دوره فنف و ماینکرافت فعالیت کنیم، ولی بیشتر ماینکرافت نمیدونم. فنف چون دیگه مثلا من قدیم ها زیاد فعالیت کنم، ولی خب دیگه اون حس فنگیمونه دروغ. چرا فنگیم های ایرانی رو میرم ولی فنگیم های خارجی دروغ چرا؟ دیگه اون حس حال خفن بودن نداره. یعنی عملا چرت و پرت دارم میسازن. یه نمونهش رو تو براتون الان وسط ویدیو میذارم. این هم از ندرایتی شده برادر میدتونه. و اوکی تقریبا بدجا نیستیم. اینا الان منو یکی میکنم. الو اینو اوکی کنم. نگران نباشی برای کندن ندرایتی لگم کندم راه اصلا عالی. اوکی خیلی ممنون بچه این ویدیو نا که لایک کامنت بیاد تو پارت 2 میبینم تو همتون رو. خداحافظ.